پسرم با تو چی شد؟ خستم بیبی جان. با حجره هم میروم. میخوایی با تو آیم؟ مرا نترسانی. چی شد؟ گپ زنه. وی خواست که با بنزین خودش و قادر را آتش زنه. چی؟ بسیار حیران شده. پسندتون نیامد؟ خدا میداند که آن بدبخت چطور اغوا انداخته باشد. مادر، میباید به سخنهایتان اعتبار دهید. آن بدبخته که میگوید پسر من است. وجدان دارید؟ قادر نیمی جانش را به مرد داد. وجدان دارید؟ کودک‌ها را تو به این احوال گرفتار کردی کمال. چیچک امروز خسته با اون خانه که تو آنها را جایگیر کرده به همون جای رفته. چی؟ چطور اجازت دادید که او رود خالای مجید؟ مگر اجازت پرسید سوزن؟ از من پنهانی گریخته رفته است. حسرت است کی است او گرفته آورد. گویا نخواسته است که چیچک به خانه‌اش تنها برگردد. به خوبی با درون عائله وارد شدند. حالا هم گپ میزنی؟ 2 ماه پیش در کنج بیمارخانه به چه احوال گرفتار بودیم فراموش کردی؟ با اغوای شما مرد خواست که خودش را آتش زند. چیچک باشد با این خردسالیش به خانه رفته زورآوری کرده است. این چی گپ است؟ اگر عائله دار شدنت را از خودت میفهمیدیم این طور نمیشد. اگر کمی دل و گرده میداشتی و در نزد ما عائله دار شدنت را میگفتی فرزندانت این کارو نمیکردند. اگر تو به نزد نیلگون نمیرفتی من خودم همش را نقل میکردم. به مادرم بعد از عدنه برگشتن همش را نقل کردم. کمی صبر میکردید به شما هم میگفتم. مادرت عائله دار شدنت رو میدونست؟ حالا موضوع همین است. کی میدونست کی نمیدونست؟ این نیست. فهم. چه خیلی که میخوای همون خل شود. برای تو نیم. برای فرزندانم میکنم. پگاه با اونجا میرویم. چی شده ایستاده است؟ شما پگاه با کجا رفتنی؟ استودیوی سیما تقدیم میکند آرزو رجبوف. درد عشق، احساس دوستداری و محبت صمیمانه.